سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من علیرضا هستم. اگه که دارین این ویدیو رو نگاه میکنین، احتمالاً شما با مشکلی که من باهاش مواجه بودم، یعنی یاد گرفتن زبان انگلیسی، دارین دست و پنجه نرم میکنین. خب سوالای مختلف تو ذهن آدم به وجود میاد وقتی میخوایم مسیر شروع کنین که از کجا شروع بکنم، چقدر طول میکشه مسیر زبان خوندن، آزمونهای مختلف چطوری هستن، آیلتس چیه، تافل چیه، دولینگو چیه، اصلا آیا به معلم احتیاج دارم یا نه. و خب تمام این چیزا منطقی هستش که برای هر کس که میخواد زبان خوندن رو شروع بکنه تو ذهنش پیش بیاد. ولی من یه نکته خاص راجعم وجود داره که من زبان از صفر شروع کردم. دقیقاً از صفر شروع کردم و با آیلتس 7 رسیدم. وقتی میگم صفر یعنی من واقعا نمیدونستم فرق ادورب مثلا با ورب چیه، نمیدونم نون چیه، ادجکتیو چیه، واقعا چیزا رو نمیدونستم یا نمیدونستم بعد از ام و ایز آر فعل آی ان جی میاد. دلیلش این هستش که خب من زبان خوندن از بچگی شروع نکرده بودم. من وقتی زبان خوندم به صورت جدی که تو سن بزرگسالی بودم، 21 سالم بود و زبان از بچگی شروع نکرده بودم. اگرم کلاس میذاشتم یا فرار کرده بودم یا نمیدونم نخونده بودم، هر جوری بود زبان خوندن تو بچگی من در واقع ناتمام بود. و یه چیزی بود تو ذهن من که همیشه فکر می‌کردم که کسایی زبانو خوب یاد میگیرن که از بچگی کلاس رفته باشن، چون نمیدونم مغز بچه‌ها میپذیره زبانو، نمیدونم همه اینا برای من بعدن یه جوری دیگه شد، چون من تونستم با آیلتس 7 برسم. و تمام این پروسه از سال 1400 شروع شد، دقیقا زمانی که من کنکور رو شرکت کرده بودم و توی ماه تیر رفتم دنبال کلاس زبان گشتن، چون میخواستم که دیگه از ایران مهاجرت بکنم و اولین مرحله برای مهاجرت من یاد گرفتن زبان بود که بتونم ازش استفاده بکنم و در واقع یه جورایی میشه گفت اولین قدم من برای پروسه مهاجرت بود. خب من تیر 1400 از چند تا از دوستان که کلاس زبان میرفتن یا زبانشون خوب بود سوال میپرسن که مثلا کلاس زبانا چجوری و اینا. خب یکی از دوستان یکی از آموزشگاه‌ها رو من معرفی کرد تو خیابون ارم شیراز که من واقعا پیداش نکردم چون اصلا آدرس سرراست نبود. و خب توی خیابون ارم 3 4 5 تا آموزشگاه دیگه بود و من به همشون سر زدم، از جمله فاخر بود، نمیدونم یکی دو تا دیگه بودم و یه آموزشگاه به اسم آموزشگاه داوری که من به صورت کاملا اتفاقی رفتم داخلش. و یه چیزی هم بگم، من و خالم با هم دیگه داشتیم زبان می‌خوندیم و رفتم توی آموزشگاه داوری. یادم لوگوش هم سبز رنگ بود، تو اون رفتم داخل و اینا برای اون وقت تعیین سطح گذاشتن که اصلا سطح ما رو بسنجن ببینن چطوری هستیم. خب زمان تعیین سطح رسید و ما رفتیم امتحان دادیم. من افتادم لول 1 افتادم، واقعیتش یعنی 0 افتادم. خالم یه لول از من بالاتر افتادم. خب یه نکته مثبتی که من همیشه بعضی موقع با خودم فکر میکنم اینه که من میخواستم اون روز که زبان یاد بگیرم، واقعا هدفم یاد گرفتم و دیگه نمیخواستم که وقت بگذرونم، چون که اول خودم خواسته بودم و واقعا دوست داشتم که این مسیر رو پیش ببرم و ازش استفاده بکنم برای میگم مقاصد مهاجرتی و غیره. بنابراین از روز اول با عزم جزم رفتم که زبان رو یاد بگیرم. خب میگم من خیلی سطح زبان پایینی داشتم. وقتی که از آزمون تعیین سطح میگرفتن 100% اون کسی که داشت ازم اینترویو میگرفت میفهمید که من چجوری اوضاعم. ولی من اصلا دوست نداشتم ادا در بیارم، حتی دلم میخواست بیفتم اون لولی که واقعا لیاقتشو دارم. بنابراین وقتی که رفتم آزمون تعیین سطح بدم هیچ کتابی رو نشستم بخونم که مثلا یه ساعته بتونم نمره‌مو بیارم بالا یا نه. واقعا سعی کردم که خودم باشم و رفتم افتادم لول 1 C1 A. و آموزشگاه داوری که من اون روز رفتم قوانینش به این صورت بودش که 5 تا لول اصلی داشت: C1 C2 C3 C4 C5 و هر کدوم از اینا 3 ماه شامل می شدن. در واقع 3 لول داشته، یعنی C1 3 لول داشت، C2 3 لول داشت، C3 C4 C5 هر کدوم از اینا 3 لول داشتن. در واقع یه جوری برنامه‌ریزی شده بود که شما میتونستین توی تقریبا 2 سال، کمتر از 2 سال به نتیجه که می‌خواستید برسید زبان یاد بگیرید و واقعا برای من اتفاق افتاد. من توی 2 سال تونستم آیلتس 7 بگیرم. و پروسه زبان خوندن من به این صورت بودش که رفتم توی کلاس‌ها شرکت کردم و خیلی از استادایی که اونجا داشتیم واقعا استادای خوبی بودن و چون که کلاس‌ها به صورت آنلاین بود به خاطر کرونا، خب من کلاس‌ها رو ضبط می‌کردم. کار غیر قانونی هم بود. من کلاس‌ها رو ضبط می‌کردم و تمام این کلاس‌ها رو گوش می‌دادم. حتی اگر که بچه‌ها یه کلمه‌ای رو میگفتن، یه کالیکیشن استفاده می‌کردن، اونا رو هم می‌گرفتم و در واقع تو پروسه زبان خوندنش استفاده می‌کردم. خب پروسه زبان خوندن من
که چطوری بود، چطوری تونستم در واقع گرامرها رو استفاده بکنم. میگم من گرامر 0 داشتم، ولی روزی که رفتم آیلتس بدم من تمام گرامرهای انگلیسی رو بلد بودم، همه رو بلد بودم، با دیتیل بلد بودم و از هیچ کتاب کمک آموزشی هم استفاده نکردم. نمیدونم هیچ کتابی، فقط جزوه که خودم درستش کرده بودم تو طول همین 2 سال، توی همین درسایی که یاد میگرفتم، مثالایی که یاد گرفته بودم و این جزوه خودم بهترین منبع بود برای من و همین گرامر درست حسابی باعث شده بود که من نمره های خوبی رو هم بگیرم وقتی می‌خواستم اسپیکینگ صحبت بکنم و لحاظ گرامر هیچ مشکلی نداشتم. خب این مسیر خیلی برای من سخت بود واقعیتش، چون من زبان از 0 داشتم شروع می‌کردم. من خیلی از چیزها رو اصلا نمی‌گرفتم، دوزاریم نمی‌افتاد. فرق مثلا گوینگ تو با ویل رو نمی‌فهمیدم چی به چی است، چیزی که ممکنه خیلی از شما همین الان بلد باشید. اما خب تونستم ازش نتیجه بگیرم و این شد پروسه زبان خوندن من سال 1400 شروع کردم و سال 1402 تونستم به اون نتیجه که می‌خواستم برسم. بعد از اون رفتم و از نمره زبانم توی پذیرش گرفتن از دانشگاه استفاده کردم و بعد از اون پروسه ویزا و بعد از اونم تونستم وارد کشور کانادا بشم و الان 2 سال هستش که توی کانادا دارم زندگی میکنم. ولی خب این مسئله بود که داشتم بهش فکر می‌کردم و پیش خودم فکر کردم چقدر خوب میشه اگه بتونم ویدیو ازش بسازم و در اختیارتون قرار بدم. شاید شما کسایی مثل خودم وجود داشته باشن که زبان از 0 بخوان شروع کنن. شاید تو ذهنشون باشه که کسی زبان خوب یاد میگیره که از بچگی شروع کرده باشه، ولی به خودم ثابت شدش که نه، همچین چیزی نیست. میتونی زبان از سن 22 سالگی هم یاد بگیری. من یادم وقتی من و داداشم با هم دیگه رفتیم امتحان آیلتس می‌خواستیم بدیم، من از داداشم بهتر بودم با اینکه اون از بچگی یاد گرفته بود. این نکته خیلی مثبت هست. من مطمئنم هستم که اگر کسی یه روش درست استفاده بکنه، براش وقت بذاره، میتونه که زبان یاد بگیره. چیزی که برای من یه کوه خیلی بلند به نظر میرسید که هیچ وقت نمیتونم قله‌اش رو فتح کنم، ولی واقعا اتفاق برای من افتاد و زبانی که یاد گرفتم نه تنها باعث شد پذیرش بگیرم که توی کانادا به درد من خورد. من تونستم خیلی از کارا رو با در واقع همین زبانم پیش ببرم، دوستای خارجی پیدا کنم، کارا رو منیج بکنم، با افراد در واقع در ارتباط باشم و این زبانه به درد من خورد. شاید بزرگترین دستاورد من تا الان تو زندگیم همین زبان خوندن بود که با تلاش واقعا تونستم به اون نتیجه که می‌خواستم برسم. تو ویدیوهای بعدی دقیقاً با دیتیل توضیح میدم که چطوری من از سطح 0 رسیدم به سطح 7، چطوری تمام گرامرها رو یاد گرفتم، چطوری کالکولیشن حفظ می‌کردم، چطوری نقش کلمه‌ها رو در می‌آوردم. تمام اینا رو بهتون میگم و امیدوارم که شما بتونید ازش استفاده بکنید و اگر اینکه شرایطتون مثل من بوده که تو سن بزرگ می‌خواستین یاد بگیرین بدون بک‌گراند، 100% میتونه بهتون کمک بکنه و شما میتونید اصولی پایه‌ای یه بخش بزرگی از زبان رو در واقع یاد بگیرید.